سلام به روی ماهتون. من سمیه رازی فیت. خیلی خوشحالم که اینجا کنارتونم و قراره کنار همدیگه به حال خوب، به سلامتی و تناسب اندام برسیم. این جلسه ما شامل 4 تا تمرینات واسه کسایی که شلی داخل ران دارن و دوست دارن علاوه بر این که بتونن از این شلی داخل رانشون خلاص بشن، یه پایین تنه خوش‌فرم‌تری داشته باشن و بتونن توی مسیر سلامتی و تندرستی قرار بگیرن. ما برای بچه‌ها این جلسه به یه جفت دمبل و یه کش مینی دوب نیاز داریم. امیدوارم که کنارتون باشه. من اینجا میذارم کنارمون باشه. قبلش حتما با همدیگه چند دقیقه گرم میکنیم و میریم تمرینات رو با همدیگه انجام میدیم. حتما خیلی خوشحال میشم که پیجا کانال رو سابسکرایب بکنید و حتما زنگوله پیج رو فعال کنید و این ویدیو رو بفرستید واسه دوستاتم تا با تو در این مسیر قرار بگیرن و بتونن از این شلی پایین تنشون و شلی داخل رانشون خلاص بشن. چند دقیقه با هم دیگه گرم میکنیم بچه ها و بیشتر میام قسمت پایین تنه رو ما تمرین میدیم که بتونیم انشاءالله به امید خدا تخصصی بریم روی پایین تنه. یه دم، یه بازدم، دم بازدم، این پا بیا کنار این پا، پر انرژی، قبراق، سر حال، برو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. حالا پا رو باز کن، برو سمت راست و چپ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. عالیه. پا رو به سمت خارج بچرخون. 1 2. اگه نتونستی تعادل رو حفظ کنی دستتو بگیر به دیوار. عالیه. برو. 1 2 3 4. لبخند رو لبت، پر انرژی. 5 6 7 8 9 10. برو پای مخالف. 1 دم بازدم. 2 3 4 5 6 7. عالی. 8 9 10. پا رو از جلوی بدنت رد کن، تاب بده. 1 عالی. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حالا از کنار بدن برو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خوبه. برو پای مخالف، از روبرو پا رو رد کن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. برو از کنار بدن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عالیه. پا رو بیار بالا نگه دار. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. آروم بذار زمین. برو پای مخالف. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. برو روی پنجه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 تای دیگه. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. عالیه. یه دم داشته باش، یه بازدم. من یه ذره دوربین رو بچرخونم. احساس کردم که الان اوکی تره. خب عالیه. دمبلاتو بیار. حرکت اول حرکت سومو اسکوات. پنجه پا
سمت بیرون، پا بیشتر از عرض شانه باز. توی این حرکت چون پنجه رو میدیم بیرون ممکنه که کتونی فشار به پنجه پات وارد بکنه. میتونی کتونیات در بیاری، بذاری کنار، پنجه پا سمت بیرون، میشینی. ببین قامتت صاف، کمر صاف، حرکت رو انجام میدی. برو 1 2 3 دمبل میاد 1 2 تا ضربه میزنی میای بالا. اگه زانو دردی یه ضربه پایین بیشتر کفایت میکنه، یعنی یه پالس اوکیه و نیازی نیسته که خیلی هم بشینی. تا جایی بشین که به زانوت فشار وارد نشه. برو 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 6 1 2 7 1 2 8 1 2 9. عالیه. 1 2 10. حالا 10 تا ضربه. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. عالی. پاتو جمع کن. یه دم و بازدم. یه استراحت خیلی کوتاه. میتونی آب بخوری تا بریم ست دوم. عالی. آماده ای؟ یه دم، یه بازدم. بریم برای ست دوم. پا بیشتر از عرض شانه باز، پنجه سمت بیرون، کمر صاف، سر در راستای ستون فقرات. 2 تا پالس میزنی، برمیگردی. 1 برو عالیه. 2 برو عالیه. 3 1 2 4 1 2 5 1 2 6 1 2 7 1 2 8 1 2 9. برو 1 2 10 تا ضربه پایین. اگه زانو درده نیاز نیست. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عالیه. پا رو جمع کن. یه استراحت. دم و بازدم. دوست داری میتونی آب بخوری، اگر نه یه استراحت کوتاه. دم و بازدم. برو برای ست سوم. پا رو بیشتر از عرض شانه باز، پنجه ها سمت بیرون. برو عالیه. 1 2 1. ببین کمر صافه. منو ببین. 1 2 2. سر در راستای ستون فقرات. 3. خیلی مهمه پوزیشنت حفظ کن. 1 2 4 1 2 5 1 2 6 1 2 7 1 2 8 1 2 9 1 2 10. حالا برو ضربه بزن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عالیه. پا رو جمع کن. یه نفس. میخوایم بریم لانچ تناوبی. لانچ به طرفین انجام بدیم. اجازه بدین. خب منو نگاه کن. پا بیشتر از عرض شانه باز. یه بار میری سمت راست، یه بار میری سمت چپ. نکته مهم، زانو به سمت جلو خم نمیشه، زانو به سمت عقبه. با باسن میشینی. دمبل رو میبریم پای قسمت راست، قسمت چپ و فشار کاملا به عضلات داخل ران ما. پا رو بیشتر از عرض شانه باز کن. با باسن بشین سمت عقب، بعد میری روی باسن سمت چپ میشینی. برو. 1 دمبل رو میبری سمت مخالف. 2 3 برو عالیه. 4 5 قشنگ کشش رو احساس میکنی. 6 7 8 9 10. برو 10 تایی دیگه. 10 9 8 7 6 5 4
3 برو عالیه. 2 20 دنبلو بذار روی زمین، پا رو جمع کن، یه دم و بازم، یه استراحت. عالی. میتونی آب بخوری. عالیه دختر، عالیه. تو بی‌نظیر، تو درجه 1. عالی عالی. ببین قشنگ داخل ران درگیر میشه و فشار رو روی عضلات داخل رانت حس میکنی. فقط یه بار دیگه ببین، باسن من سمت عقب، زانو جلو نمیزنه، هیچ گونه فشاری ما به زانو نمیاریم. برو. 1 2 پا بیشتر از عرض شانه باز. 3 4 5 6 7 8 9 عالی. 10 برو 10 تایی دیگه. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 عالی. آروم پا رو جمع کن، یه دم وازم، یه استراحت تا پرقدرت بریم سراغ ست سوم. عالی عالی. پاتو شل کن. عالی. آماده ای؟ پا رو بیشتر از عرض شانه باز کن. برو. آماده. گو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 تایی دیگه. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 20. عالی. حرکت بعدی به یک کش مینی لوپ نیاز داریم. کش رو میندازی دور رانت، میشینی روی زمین. منو نگاه کن، پا رو از طرفین باز میکنی، برمیگردی، دست روی زمین، عقب قرار میگیره. آماده. 3 2 1 برو. 1 پا رو باز کن تا جایی که میتونی. 2 عالی. 3 4 عالی. 5 لبخند. 6 پا رو باز کن، نزدیک زمین کن. 7 برو عالی. 8 9 10 10 تایی دیگه. برو. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 عالی. پا رو جمع کن، یه استراحت خیلی کوتاه، دم بازدم تا بریم سراغ ست دوم. ردی هستی؟ بریم برای ست دوم. 1 2 3 برو. 1 2 دم و بازدم. 3 لبخند. 4 عالی. 5 6 7 8 9 10. آماده ای برای 10 تای دوم؟ عالی. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. خوبه. یه استراحت. پا رو جمع کن، دم و بازدم داشته باش، گوز نکن وقتی میشینی. دم و بازدم. عالی. درجه 1. آماده ای؟ بریم برای ست سوم. برو. 1 2 کش رفت بالا، اینا در میرن، عادت دارم. برو. 3 ممکنه بازم بره بالا. 4 کشو من صاف بکنم. 5 چون جنسشون لاستیکیه 6 جمع میشه. 7 کاملا طبیعیه. 8 9 10 برو 10 تای دوم. 10 9 8
7 6 5 4 3 2 1. عالیه. بلند شو. بازم ما به این کش نیاز داریم. این بار کش رو میاریم پایین زانو قرار میدیم. میخوام عمل اداکشن ران انجام بدیم. اوکی، منو نگاه کن. پا رو باز میکنی، میاری سر جای اولش. با پای سمت راست شروع میکنی. برو. 1 2 3. میتونی پایین تر هم بیاری کشا. برو. 4. پایین تر بیاری فشارش بیشتره. 5 6 7 8 9 10. برو سمت مخالف. عالی. 1 2 3 4 5 داخل ران درگیر کاملا. 6 7 8 9 10. عالی. یه دم، یه بازدم، یه استراحت. عالی. سعی کنید کشایی برای پایین تنتون بگیرید که مقاومت بیشتری دارن. برای بالا تن معمولا کشا مقاومتی کمتری نیاز داریم، ولی پایین تنه نه، مقاومت هرچی بیشتر، فشاری که به عضله میاد عالی تره. آماده؟ برو برای ست دوم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. برو پای مخالف. عالیه. 1. قشنگ روی داخل ران کار کردی. میتونی 3 روز تو هفته این تمرینات رو انجام بدی و نتیجهشو به مرور زمان ببینی. 7 8 9 10. همه این تمرینات بچه تو کلاس‌های فیتنس در منزل ما به شکل سیستم تمرینای مختلف هم گنجونده میشه که فوق‌العاده است. و بچه آیدی این اینستاگرام من همین سمیه رازی آندرلاین فیته. جستجو کنید توی اینستاگرام براتون میاد. میتونید اونجا هم کلی تمرینات اونجا میذارم و اونجا هم با من همراه بشید. بریم برای ست سوم و ست آخر. 4مین حرکتمونه داریم انجامش میدیم. دیگه حسابی این داخل ران ما درگیر شده و به راحتی میتونید 3 روز تو هفته این تمرینات جزء تمرینات ورزشیتون بذارید و انجام بدید. برو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. برو پای مخالف. پای سمت چپ. 1 2 3 4. حتما با کامنت های ارزشمندتون به هم انرژی بدید. لایک کنید. 6 و بفرستید واسه دوستاتون کانال. 7 8 9 10. و توی کامنت ها بگید موضوع محتوای بعدی چی باشه. حتما براتون ویدیو ضبط میکنم و خوشحال میشم که توی این مسیر با من همراه بشید. برید بالا. یه دم، یه بازدم، یه دم، یه بازدم. پنجه پا رو بکش سمت بیرون، نگه دار. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بیار بالا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. پهلو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. برو پای مخالف. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بیا بالا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. به سمت پهلو نگه دار. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. پای عقبی رو بکش. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. برو پای مخالف. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عالی. برو برای یه دم، یه بازدم. تقریبا حدود 18 دقیقه با هم دیگه تمرین کردیم
سپاسگزارم و از خدا سپاسگزارم که این فرصت داد کنار هم دیگه باشیم. خدایی که امروز به ما چشمی برای دیدن، گوشی برای شنیدن، زبان و دهنی برای حرف زدن، قلبی برای تپش و دست و پایی برای حرکت کردن داد. میبوسمتون، منتظر کامنت و انرژی های خوشگلتون هستم. حتما پیجا سابسکرایب کنید که کلی قرار محتوای خفن اینجا ببینید. دوستتون دارم. ماچ به روی ماهتون. مراقب خودتون و مهربونیاتون باشین.